اطفال شما به این وضعیت میشینن، اگر میشینن شما باید توجه بکنید. طفل به شکل یک دبلیو می نشینه. در این حالت وقتی یک طفل میشینه عضلات روی دلش زیاد استفاده نمیشه و قدر فشار روی دلش نمیه و همچنان این حالت کمکش میکنه که موازنه خود به صورت درست حفظ کرده بتونه. اگر اطفالتان در این وضعیت یگان بار میشینه مشکل نیست، اما اگر عادت همیشگی طفلتان است که به این وضعیت میشینه پس باید بسیار به طفلتان توجه بکنین، چون ممکن است که مشکل ساز شود. یکی از مشکلات این حالت است که سبب شخی در مفصل زانو میشه. دوم نقصش است که اطفال بعدا نمیتونن که به صورت درست موازنه خود حفظ بکنن و همچنان امکان داره که در آینده در راه رفتن برای طفلتان مشکل ساز شود. اگر اطفال شما عادت دارن شما چی باید بکنین؟ طفلایتان سرزنش نکنین و برشان بفهمانین که باید به این حالت بشین و هر وقت که به این حالت میشینن شما پایشان گرفته و اونا را به صورت درست بشانین. دیگه کاری که میکنین طفلایتان در فضای آزاد جایی که اطفال دیگه بازی و ساتری میکنن دوجه ببرین تا که وقت کمتر به خاطر نشستن بیافن، زیادتر وقت فعال باشن و عضلاتشان به صورت درست رشد بکنن. اگر شما این نقاط خرد و ریزه را مد نظر بگیرین باعث میشه که در آینده راه رفتن اطفال آسانتر باشه و به صورت درست بتونین که موازنه خودم حفظ بکنن. آیا شما هم طفل دارین که به این حالت میشینه؟ میشه در کامنت با ما شریک بسازین و این ویدیو را تا میتونین به اشتراک بگذارین تا اطلاعات دوستای ما بیشتر شود.